هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحیم. خوردن گوشت جیره و یا خورپوشت چی حکم دارد در اسلام؟ در اصل حیوانی را حرام گفته می شود که دلیلی برای حرام بودنش وجود داشته باشد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. بگو در آنچه بر من وحی شده است چیز حرامی را که خوردن آن بر خورنده حرام باشد نمیابم بجز این که مردار باشد، یعنی حیوانی که حلال است مرده است، یا خون ریخته شده، یا گوشت خوک که پلید است، یا حیوانی که در کشتنش نافرمانی خدا شده هنگام ذبح نام غیر خدا بر آن برده باشد. هر پرنده ناخن شکاری یا دندان شکاری داشته باشد حرام است. از ابن عباس رضی الله عنهما که گفت نهی کرد رسول الله صلی الله علیه و سلم از استعمال هر پرنده‌ای که ناخن شکاری داشته باشد و هر حیوان دندان شکاری داشته باشد، یعنی دلیل‌های قطعی برای بعض حیواناتی که حرام هستند. و در حدیث دیگری که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند خر و خچیر را هم حرام فرمودند. در مورد جیره و خرپوشت بعضی از علما حرام گفتند و بعضی از علما حلال گفتند. مذهب امام مالک و امام شافعی رحمهم الله حلال گفتند جیره و خرپوشت را، برای اینکه دلیلی قطعی وجود ندارد برای حرام بودنش. و مذهب امام ابو حنیفه و امام احمد رحمهم الله حرام گفتند و دلیل به حدیث ابو هریره که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود خرپوشت پلید است از پلیدی ها. ولی این حدیث را امام بیهقی رحمه الله و دیگر اهل حدیث ضعیف گفتند. برای همین اگر کسی با مذهب امام شافعی و امام مالک عمل کرده خرپوشت و یا جیره را خورد نمیتوانیم بگوییم که حرام است، برای اینکه دلیلی قطعی وجود ندارد که خرپوشت و جیره را حرام کند. والله اعلم. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.